السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زائرین و معتمرین محترم، خب انا این پلاکتی در اینجا موندگی نوشتگی اون محاضرت الامام انمی جایی هست که ای پیش نماز خوندن درست نیست، برای که رو بر روی جای ایستادن امام میشوه. این منطقه پیش مسجد حضرت رسول الله جایی که امام مسجد نیست، برای همین بسیاری مردم اینا نگاه کنن پیش امام میستن، اونا جودم نماز میخونن، نماز درست نمیشوه. همین خیلی پلاکت موندگی، همین خیلی رفتگی تو همو اخیره ای پرام همینطور تو اخیره موندگی و نویسته شده با سه زبان فهمانده شده است که نماز نمیشوه. بازم نماز میخونن، بهونه میکنن در مسجد جا نیست، در مسجد پشت بره اگر پر جا. برای همین زائرین و معتمرین اگر اومده اهمیت بدید که جا نماز میخونه تا اینکه در خطا دست نزنه.